این صلح نتیجه نمیده. به خاطر از این نتیجه نمیده که یک طرف مذاکره میکنه و این طرف جنگ شروع میکنه که باز مردم مشاورت مثل مردم مشکوکیت خراب میکنه. او سو صلح میگه، کل مردم میگه که این صلح میشم و نظر به این که من میفهمم خدا تقویه میکنن یا میگن در ما صلح میکنیم. صلح ملا نمیشه هیچ وقت. من فکر نمیکنم که اگر در یک ماه می صلح نخواهد شود. دوری ما این است که امی جنگ خشونت برادرکشی از افغانستان بیرون شه. امیدوار هستیم طالبان در میز مذاکره با افغانا بشینه، با یک زندگی آرام برادرانه زندگی کنند. باید اول مهمتر آتش بس است که امروز دولت ما اونها آتش بس شود، بعد از اون به صلح آماده شوند، بسیار بهتر میاد. ما هر روز شاهد انفجارها و امی کشتار اینا نباشیم و عزیزان خود از دست ندیم و همچنان با یک افغانستان فکر کنیم که به سوی پیشرفت است و میتونه پیشرفت کنه، در آرامی است و همه مردمش به فکر پیشرفت وطن خود هستند. خواست ما از تیم مذاکره کنندگان گفتگوهای صلح افغانستان این است که در قدم نخست باید آتش بس را بپذیرند، به خاطر از اینکه ما با گذشت هر لحظه قربانی میدیم، یعنی هر لحظه ادامه جنگ از ما قربانی میگیرن. روی همین دلیل باید اولین شرط، اولین گام به خاطر صلح، چون اونجا مذاکرات صلح جریان داره، عملا پشت میز ششتن، به خاطر که صلح تحقیق یابد اولین گام باید مردم اعتبار بکنن سر از که صلح میآید، اولین باید آتش بس بگیرن. این نشست به درازا نکشن، اگر تعهد و متحد به مردم افغانستان هستند به درازا نکشن و نشستی بعدی خود آماده بکنن که تا در افغانستان یک اوربند سرتاسری شود که مردم به راحتی بتوانند زندگی خود را سپری کنند. در مورد اوربند خواستن ما است که طالبان دیگه اوربند کنه، کدام وعده ای که امروز دولت حکومت افغانستان که یاد داده بودند که ما بندیا آزاد شو و اوربند میشه، طالبان صلح میکنه، باید که اوربند کنه، صلح کنه، کلگی بندیا ایلا شده. ما میخوایم صلح بیاید، یک آرامش بیاید که زندگی خود ادامه بدیم. امید دیگه بیکاری است، جنگ و بدبختی که است، خیلی در کارمون ضربه میرسونه، دیگه بیکاری است.